بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتشگاه زن مثل خلیل. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز و این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام. پا بگوید رفتم راه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام. بگوید رفتم راه، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا داری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتشگاه زن مثل خلیل. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همون حرفی را که شیخ الاسلام ابن تیمیه، این شیرمرد بزرگ قرن هفتم که دنیای اسلام بعد از او مصرش را به خود ندیده است، 7 قرن پیش گفته بود که این رافضة قوم باید پیشگان رافضی پیشگان لیس لهم دنیا منصورا ولا دین مقبول. اینها قومی هستند که آنیس ملعون مفید شده، اکرم الناس بالمنصور، دنیا منصورا، دنیایی که به دست میارن، قدرتی که به دست میارن موفق نخواهد شد. و اجهل الناس بالمعقول ولا دین مقبول، نه دنیای منصوری دارن، نه دنیای دارن، نه دین مقبولی دارن. عجب رسمیه وقت زمونه، قصه باد و برگ خزونه. میرن آدما از اونا فقط
خاطره هاشون به جا میمونه. عجب رسمیه رسم زمانه، قصه برگاباد خزونه، میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. درود حق بر روح جدد دوران مولانا عبدالعزیز آن گوهر ایمان، ای پیر فرزانه نور این خانه، به شمع تو روشن مکی چو گلشن. الهی ما مردیم ز داغ دامنی، مجاهد نستو طبیب روحانی، رنگها بشد زرد دستوب شیرمرد، سوختیم خدایا از ناله بودن. دو کفتر خونین دو گوهر زرین، ضیایی و صیاد ارواحشان بادشاه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا ويتآمر علينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی‌حد بر خداوند متعال و با پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و مصطفان، به خصوص با آن ارجمندانی که
امروز پنجشنبه رو روزه بودند و سنت نبوی را زنده کردند. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ شکی، سخن خداوند است، برای که او بهترین هاست. و بهترین شرح و تفسیر نبوی. و خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که بر گرد کلامش حلقه بزنیم، مشرف بشیم، زانوی ادب بزنیم تا از نورش، از فرامینش، از راهنمایی‌هایش، از راه حل‌هایش، از خورشید معنویتش برای روشن کردن قلب و فکر و دنیا و آخرت خود سود ببریم. و با تشکر از این که ما را مشرف به مهمان بودن در خانه‌های خودتان نموده اید، که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه‌های ما و شما را با نور علم و عمل و قرآن و سنت منور بسازد و از ظلمت و تاریکی شرک و معصیت و گناه و نافرمانی و بدعت و ضلالت و هر آنچه که از ادبیات حوزه‌های شرکیه ننگین امام تراشان می باشد پاک و مبرا نگه دارد. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند امروز 4 و 5 جلسه را روی آیه 6 و 7 میگذرانیم. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و بعد از اون تفسیرش را. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تو را هست تعبیر خواب این چنین که ایزد گزیند تو را در زمین. بیاموزدت علم تفسیر خواب، توانی نمایی تو تعبیر خواب. به تو نعمت و لطف سازد فزونتر کند رحمتش از کنون. که بر آل یعقوب تو زین مرام کند نعمت خویشتن را تمام. همان گونه کار بر نیاکانت داد، همان گونه کار بر نیاکانت داد به مرد حنیف و به اسحاق راد. که پروردگار تو باشد علیم، بود در همه کارهایش حکیم. در این قصه که گفت رب نکو، که از یوسف است و ز اخوان او. نهفته است بسیار اندرز و پند، بر آنان که هستند حکمت پسند.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأویل الاحادیث. این چونین پروردگار تو رو برمیگزینه و از حقایق مشکلات به تو می آموزه و نعمت خودش رو بر تو و بر آل یعقوب تمام میکنه، چنان که پیش از این بر دو جدت ابراهیم و اسحاق نعمتش را تمام کرد. به راستی که پروردگار تو دانای حکیم است. معلم و مربی طفل باید در پرورش فرزند، در تربیت کودک سعی کنه که او را، کودک و بخصوص که خیلی جستجوگر، متوجه افکار بلند بکنه. افکار بلندی که در مغز طفل به وجود میاد نسبت به عمرش، این افکار رو تقویت کنه، همش تشویقش کنه. بهترین وسیله ترقی افکار و مقاصد بلنده. ولذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه میفرمایند که ان الله يحب معالی الامور و یکره سفاسفها. خداوند امور بزرگ رو دوست داره، از چیزای کوچک حقیر بدش میاد. شاعر زبردست ایرانم میگه که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. این بلند همتی رو انسان باید در فرزندان بکاره. برای کسی که فکر بلند داشته باشه، بلند پرواز باشه، هدف عالی داره، چون این شخصی به مقامات بلند میرسه. غالباً علت عقب ماندگی و بی توفیقی و شکست اکثر مردم به خاطر کوته نظریه، به خاطر کوته فکریه و مذهب ضاله مدعیان تشیع این کوته فکری رو و این کوته نظری رو به حد اکثر رسونده. ولذا نگاه کنید پیروانشون به چه بدبختی گرفتارن. حضرت یعقوب علیه ولا نبینا الصلاة والسلام وقتی که خواب فرزند دلبند خودش میشنوه، متوجه میشه که فکر بلندی، معنویت بزرگی در مغز این کودک زیبای خوش اندام و شکل لب دور میزنه که چون این خوابی دیده. و لذا باید اونو تقویت کنه، باید اونو امیدوار بسازه. و لذا فوری اونو به چند نکته متوجه میکنه. یجتبیک ربک. اولین گام اینه که فرزندشو بزرگ پرست نمیکنه. نمیگه من پیغمبرم، من ولایت تکوینی دارم مثل امام تراشان زال و مزل از خمینی تا کلینی. اولین گامش اینه که فکر طفل معصوم و بیگناه و متوجه پروردگارش میکنه که در هر قدمی، در هر کاری، در هر تصمیمی اساس پیشرفت و ترقی توکل و اعتماد بر خداوند یکتاست و بس. توکل باید بر خدا باشه، اعتماد باید بر خدا باشه فقط، نه بر مرده ها، نه بر قبرها. وقتی یک کودک بفهمه که خیری جز از طرف پروردگار بهش نمیرسه، هر خیری هست از طرف پروردگاره، بزرگترین درهای خوشبختی براش باز شده، برای که اصل خوشبختی با خداونده.
چنین فکری، چنین توحیدی تمام حرکات او رو، طفلو، از انحراف باز میداره، حفظش میکنه، همه مشکلات رو براش آسان میکنه. در واقع یک چشمه سرشاری از معنویات و اخلاق و اعمال نیک در دل طفل وارد میشه که روز به روز میبینید مثل یک غنچه باز میشه، در رفتار فکر، در رفتار طفل تاثیر میذاره. اینجاست که حضرت یعقوب علیه و نبینا السلام طفلش رو امیدوار میکنه، امید به پروردگار براش میسازه که به خدا تو امیدوار باش، خدا تو رو برمیگزینه. یعنی مقام نبوت در انتظار توست ای یوسف. نمیبردش سر قبر بزرگان، نمیبردش سر نوغانی ها و سینه زنی ها و بقیه پستی ها و رذالت هایی که امروز به نام دین در لباس تشیع خصوصا و در لباس تصوف بعضا به خورد مردم داده میشه. اولین گام تربیتی حضرت یعقوب با فرزند دلبندش خداشناسی است. ای که اعتمادش بر خدا باشه. و دومین گامش و یعلمک من تأویل الاحادیث، فرزندشو به اهمیت علم و دانش متوجه میکنه. یعنی ای فرزندم، از این خواب تو من چنین میفهمم که مشکلات و گرفتاری های سیاسی و غیر سیاسی خداوند اونا رو به دست تو حل میکنه، به فکر میده. علاج قحطی، گرفتاری ملت گرسنه، آبرو دادن به فامیل و قضایای عجیب و که بعدها پیش میاد تو با علمی که خداوند بهت میده کشف میکنید. بعضی از اهل علم از جمله یا اکثر اهل علم، بلکه همه اهل علم میگن که از این بیان معلوم میشه که پس از توحید و خداشناسی انسان باید در فکر و اندیشه طفل علم دوستی رو بپرورانه، بلکه دانش و علم بالاترین نعمت بعد از توحید. نه موهومات، نه امامزاده پرستی. بعضیا تعویل الاحادیث برخلاف جمهور که اونو گیر خواب ذکر کردن، میگن که نه، این احادیث جمع احدوثه. این قرآن حمال الوجوهه، هر کسی به اندازه علم خودش ازش میفهمه، لیکن همه فهمها در یک راست متناقض نیست، متضاد نیست. خب وقتی که احادیث و جمع احدوثه باشه، یعنی به معنی عجیب، مشکل، عجوبه. تأویل هم به معنای کشف واقعیت هاست از ماده اوله، یعنی برگشت از ظاهر کلام به حقیقتش، به کیفیتش. خب اگه احادیث رو جمع حدیث فرض کنیم، معنی میشه خداوند معال و واقع اخبار رو به تو یاد میده. اگه جمع احدوثه بدونیم که تفسیر اولی که عرض شد، و یتم نعمته علیک، یوسف عزیز و دلبندش رو متوجه میکنه پدر ارجمند که خداوند از چیزی در حق تو دریغ نمیکنه، نعمت کامل و فیض خود را
از کمال و جمال و ملک و مال و مقام بهت عنایت میکنه. این که هنوز فرزنده، هنوز 5 ساله تا 7 ساله، از خواب خودش تعجب میکنه. اگرچه نعمت کامل، بالاترین نعمت همون دین حقه و بعد از اون علم و دانش، و در این آیه نبوته. کما اتمها علی ابویک، همچنان که این نعمت رو بر 2 جدت ابوینت به اتمام رسون. چیزی که بسیار اهمیت داره توجه دادن طفل به عظمت و بزرگی آبا و اجداده. البته در صورتی که پدران طفل از صلحا، از اتقیا، از مصلحین، از مجاهدین، از اهل خیر باشند. و در اینجا حضرت یعقوب یوسف عزیز را، این طفل نازنین را متوجه میکنه که آبا و اجداد تو، پدران تو مقام ارجمند روحانی و عظمت نبوت رو داشتن. تو هم بکوش که چراغ این خانواده باشی، چراغ این دودمان باشی، موجب سربلندی پدران و خانواده گرامیت بگردی. و یکی از نکات مهم برنامه تربیتی و ترقی دادن کودکان، نوباوگان، توجه دادنشون به عظمت و بزرگی اجداد و آبای، بزرگی نیاکانشونه اگر از صالحان بودند. اگر مادرم گفت که این قرآن پدرته، تعریف میکرد پدرش چطور عالمی بوده فلان اینا. از اون لحظه من تصمیم گرفتم که حتما باید علم بخونم، علم دین. یعنی مادر نقش خیلی مهمی داره، خانواده نقش خیلی مهمی داره. اگر کسی در خانهاش، در خانوادهش مثلا الگو نیست، میتونه از دیگران الگو بگیره و بالاترین الگو پیامبر خداست. وقتی چنین باشه انسان سعی میکنه که مقام خانوادگیش رو احراز بکنه، به دست بیاره. در این آیه اگرچه پدر بزرگوار حضرت یعقوب علیه و نبینا السلام خواب یوسف عزیزش رو تعبیر نکرده، اما بهش میفهمونه که خوابت آثار زیادی داره. جالب اینه که نقل شده که حضرت یوسف علیه و نبینا السلام در سن 7 سالگی خواب دید، غیر از این خوابی که قرآن ذکر میکنه. خواب دیده که یک عصای زبرجدی به او داده میشه، این عصا رو در زمین فرو میکنه و هر یک از برادرانش هم، برادران ناتنیش، عصای خودشون در اطراف خاک فرو میکنن. اما عصای یوسف میشه مثل یک درخت تنومند پر از شاخ و برگ، شاخ برگاش زیاد میشه. عصاهای برادرانش به همان حالی که هستن در زیر سایه این درخت قرار میگیرن. این خواب گوش برادرانش میرسه.
از برادرانش بزرگن، از همون موقع بهش بدبین میشن. با خودشون میگن این کودک، این پسر 7 ساله هم از اکنون در فکر ریاسته، میخواد بر ما ریاست کنه. بابا حسده، فکر بچه 7 ساله کجا فکر ریاست میکنه؟ خوابی دیده. ولذا اومدند که آزارش بدن. اما حضرت یعقوب علیه و نبینا السلام که علاقه بسیار مفرطی به این طفل شیرینش داشت، سعی میکرد که اون حفظ کنه، اونو به خودش نزدیک میکرد، از برادرانش دور نگهش میداشت، میدونست که حسد میکنن و هیچ کسی فرزندانشو مثل پدر و مادر نمیشناسه. اوقاتشو با خودش میگذران، بر اینکه در سیمای یوسف لیاقت نبوت رو میدید. وقتی که یوسف به سن 9 یا 12 سالگی رسید، خوابی را دید که قرآن ذکر میکنه که آفتاب و ماه و ستارگان سجدهش میکنن. تا پدرش این خواب شنید، فوری بهش سفارش کرد که این خوابو بر برادرانش نگید، به برادرانت نگی، که اگه برادرانت از این خواب مطلع بشند حتما برات بیشتر حسد میورزن، اذیتت میکنن. و خود یعقوب هم کوشید که این خوابو مخفی کنه، لیکن برخلاف انتظار این راز از پرده برون اومد، به گوش برادران رسید. چطور؟ آیا خود یعقوب علیه السلام که به آینده درخشان طفل معصومش امیدوار بوده، از فرط نشاطی که بهش دست داده، از فرط خوشحالی که بهش دست داده، در دلش موج میزنه، میخواد اینو کمتر کنه، خودشو سبک کنه، با همسرش که محرم رازشه اینو اظهار میکنه و به اون میگه که اینو کتمان کنه. لیکن وقتی خود یعقوب نتونه کتمان کنه، چطوری همسرش میتونه کتمان کنه؟ چه توقعی میشه داشت؟ به هر حال تقدیره. اذا نزل القدر عمی البصر، وقتی تقدیر نازل بشه چشم کور میشه. آدم همیشه میگه از خودش تعجب میکنه بعضی کارا که من چطوری کار کردم. تقدیر سبقت میگیره. برادرانش وقتی از خواب دومش خبر شدن، آتش حسد در درونشون مشتعل میشه. با اون سابقه بدبینی که از خواب اول دارن، دیگه نتونستند خودداری کنن. فوری این خواب رو به خودشون تعبیر کردن. احتمالا خودشون تعبیر خواب بلد بودن. پیغمبر زاده هن. گفتند که 11 ستاره ماییم، ممکنه در آینده یوسف بر ما ریاست کنه و به جایی برسه که پدر و مادرش هم در مقابلش تواضع کنن یا سجده کنن. این موضوع برشون قابل تحمل نبود، ولذا میخواستند که واقعه رو قبل از وقوع معالجه کنن و خودشون خلاص کنن. شیطان اینجا شروع میکنه بازی کردن. لقد كان في يوسف و اخوته آیات للسائلین. به یقین در زندگی یوسف و زندگی برادرانش آیاتی هست، نشانی هایی هست، عبرت انگیز، پند برانگیز. برای کی؟ برای کسی که جویا باشه، برای جویا شوندگان، برای سوال کنندگان. کسی که نخواد همه قرآن بهش بدی نمیفهمه. ابن سینا جمله جالبی داره، میگه اگه کسی نخواد بفهمه، همه علمای دنیا رو برای جمع کنید بفهمونش نمیفهمه. برادران یوسف همشون بزرگ بودن، در زندگی مستقل شدن، همچون که خود گفتن نحن اصبع، با یه دسته هستیم. لیکن فراموش کردند که در کودکی خودشون مثل هر فرزندی، من شما یادم میاد در کودکی پدر مادرامو چقدر مثلا با ما محبت کردن، غالبا انسان یادش میره.
اونا هم یادشون میرفت که در کودکی خودشون چقدر مورد لطف پدر بودن، چقدر از عواطفش بهره‌مند بودن و الان هم توجه نمی کنند که چقدر این پدر بزرگوار تا چه نسبت عدالت و نسبت به اونها رعایت میکنه. فقط اینو میبینند که یوسف خردسال مورد الطاف پدره، بیشتر محبت باش میکنه. خب یوسف یه طفله، از کودکی آثار نبوغ، آثار عظمت از هر جهت درش پیداه. حسن صورت داره، جمال سیرت داره، قد و قامت رعنا داره، روش زیبایه، مورد تعجب هر پیر و برناییه، هر که ببینش دلربا میشه، دلش ربوده میشه، به طوری که خداوند در یوسف قدرت نمایی کرده و عالم حسن و زیبایی رو در قالب او ریخته که نقش زیباتر از اون تصور نمیشه. در همه دنیا مثال بزنیم که جمال یوسف داره. به قول استادمون علامه برقعی خدا رحمتش کنه میگه اصلا حسن و زیبایی از موضوعاتی که کسی قدرت اندازه گیریشو نداره که بخواد حسن و زیبایی رو اندازه گیری بکنه، فقط میشه فهمیدش لیکن نمیشه وصفش کرد، نمیشه بیانش کرد. از باب یدرک ولا یوصف، قابل درکه لیکن قابل شرح نیست. ولذا از زیبایی هر کس یک برداشتی داره. در بعضی از اخبار اومده که رسول اکرم علیه السلام که در شب معراج یوسف رو در جمع انبیا دید علیه السلام، به مانند ماه شب 14 توصیفش میکنه. نوشتند که بلند بالا بوده، بازو و ساق ستبر داشته، نوشتند لطافت و صفای جسدش به اندازی بوده که همه رو به تعجب وامی داشته. در بعضی از اخبار اومده که خداوند نیمی از حسن و جمال رو به یوسف داده و نیم دیگر رو میان باقی افراد بشر تقسیم کرده. تا چه حد درست این روایت من نمیدونم. در زیبایی بیمانند بوده، قهرمان جمال بوده، ضرب المثل زیبایی بوده. علت زیبایی یوسف چیه؟ بذاریمش برای جلسه بعد که چرا یوسف اینقدر زیبا بوده. خداوند به ما و شما زیبایی قلب و عمل عطا بفرماید. لیکن در روز قیامت خاطرتون باشه هر کسی آخرین سخنش این خواهد بود که و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اینکه شکل چطوری بوده، اینکه رنگ چطوری بوده، اینکه در چه خانواده‌ای بودید، در چه قاره‌ای زندگی کردید، در کجا زندگی کردید، در کجا مردید، هر آن چیزی که در اختیارت نیست روز قیامت خواهی فهمید که این بهترین حالت برا بوده. خداوند برای که حکیمه. و حکمتشو در خلقش ظاهر میکنه. بریم سراغ کلیپ ها. دوستانی که در ضمن یک رأیگیری دیگری هم از شما دارم، بخصوص از اونایی که با نام مشخص بنده ضبطشون کردم، اسمشون سیو کردم.
چه نکات مثبتی در این برنامه ببینید و چه نکات منفی در خود بنده میبینید. اینا رو بنویسید، فقط به ما رو نمره بدید. انسان گاهی خدا نکرده به خودش مغرور نشه. نکات مثبت و منفی برنامه رو خود بنده رو اگه محبت کنید خیلی متشکر میشه. یا اون چی که بعضیا رو مثلا ممکن است عادتی هست که کسی رو آزار بده، چه چیزی شما رو در این درس آزار میده، چه چیزی شما رو خوشحال میکنه، یک بررسی یعنی. آیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله تعالی تکفیری بوده؟ چند دقیقه. بسیاری تصور میکنن که ابن تیمیه تکفیری بوده، یعنی تکفیری به معنای امروزی، گرچه تکفیر. اینو چند دقیقه بعد میذارم انشاءالله، مهمه برام. آقای فضل الله از شبکه ایمان و زلال. بسیار خوب. من نوشتم فضل الله زلال. که در عیان باقی لحاظا تقاضای علمای هرات باستان، مدرسین، شیوخ کرام و علمای ربانی که منبرها در اول تصفیه بشه بودن. این که منبرها تصفیه بشه اینو من پخش کردم قبلا. اگر قرار بر اینه که منبرها تصفیه بشه، اولین کاری که داره تصفیه میشه کشتن اهل سنته، کشتن اهل حدیثه و این یک جنایت بسیار بزرگه. اگر دولت طالبان جلوی این کشتارها را و تعطیل کردن مدارس رو نگیره، بدونه که ریشه خودشو از همین الان سوس کرده، هیچ دولتی با ظلم باقی نمیمونه. تا حالا به هر کدوم از مسئولان که گفتیم، حتی بنده با یکی دو نفر بیشتر ارتباط ندارم، دو سه نفری، اینا میگن این کارهای خودسریه. بخصوص استاد مولانا مجاهد میگه که من خودم خبر ندارم، اینا خودسرا هستن، بارها گفته تحقیق میکنم. اما اگر معنی تصفیه منبرها اینه که منبرها دست خرافی ها بشه، دست وحدت وجودی ها بشه، دست صوفیان سیفی بشه، دست قبر پرستان بشه، دست صوفیان غالی بشه و از وجود غیر مقلدان و اهل حدیث و اهل قرآن و اهل سنت، اون چرا که امروز در پیش بعضی وهابیت می نامند، تصفیه بشه، این
علامت بسیار خطرناکی است. جواب خدا را چی میدهید روز قیامت که خون مسلمان میریزید؟ ایشون فرزند مولانا جلیل الله که این حرف میزنه، فکر کنم اسمش مولانا صفت الله. و آیا قصد شما اینه که غیر مقلدان تصفیه بشن؟ عملا ما اینو داریم میبینیم و اگر این باشه این آغاز یک خونریزیه، آغاز یک جنایته و راندن همه غیر مقلدان به سوی داعشه. این نه اینکه جنایته، حتی یک بی‌حکمتی سیاسی هم هستش. ولی چون اینو قبلا جواب دادم فکر کنم کافی باشه. یعنی اسم اهل حدیث سلفی ها رو میاره، پس بشنویم. که در عیان رو باقی لحاظا تقاضای علمای هرات باستان، مدرسین، شیوخ کرام و علمای ربانی یکی منبرها در اول تصفیه بشه بودن. این اولین گام استبداد، اولین گام دیکتاتوری، منبرها تصفیه بشه. شما بریم جلوتر، راجب شیعیان هیچ حرفی نمیزنه، راجب خرافیان هیچ حرفی نمیزنه، نه؟ و مخلص دین می باشند به آنها سپرده باشند. میخواهیم رعیت از خود کنیم، میخواهیم مردمداری از خود کنیم، پس منبرها رو اول از خود کنیم. تا منبرها رو از خود نکردیم ملت. آقا امروز که امروز تلویزیون ها هست، مردم از هر راه بیدار میشن. راه های بیداری مردم که فقط منبر نیست که، اما باسوادها از رسانه های جمعی، از تلویزیون ها، صدها راه برای بیداری هستش که استفاده میکنن. شما نوشتن چرا؟ منافقین در هر جا در هر وقت کوشش میکنند که ملت را بر علیه شما، بر علیه ما، بر علیه امارت اسلامی افغانستان بشورند. یک موضوع. خب منافقین بله، ولی شما منافقین الان آیا اهل حدیث منافقینند؟ مولانا متوکل منافق بود که کشته شد. اهل حدیثی که الان، علمای اهل حدیثی که الان متواریند، آیا اینا منافق بودند؟ دوم، هسته های پوچی که در طول این 20 سال به وسیله اشغال کشور به میان آمدن، غیر مقلدیت و سلفیت را ترویج دادن. سلفیت یعنی چه؟ میدانن مجاهدین یعنی داعش. غیر مقلدیت یعنی چه؟ میدانن مجاهدین یعنی داعش. غیر مقلدین یعنی عساکر داعش. میدیدید؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. یک عالم چون این حرفی بزنه، غیر مقلدین یعنی داعش، پناه بر خدا. این درست مثل اینه که کسی بگه نماز خوندن یعنی تروریسم، روزه گرفتن علامت تروریسمه. اگر یک لایک، یک ضد دین این حرف بزنه، این منطق شما رو استفاده کرده. آیا اصحاب پیغمبر مقلد بودن؟ سربازان داعش بودن؟ آیا ائمه اربعه مقلد بودن؟ پناه بر خدا از این تنگ نظری ها. 40 سال شما کشته دادید، هنوز عبرت نگرفتید؟ هنوز ذهنتون باز نشده؟ 40 سال این همه کشته دادید.
آیا همین غیر مقلدان نبودند که از کشورهای عربی اومدند شما را بر علیه روس کمک کردند؟ سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است. نقطه مغلوط عالم قابل اصلاح نیست. وقت خود ضایع مگردان در طاق نسیانش گذار. پناه بر خدا. فرزند مولانا جلیل الله چون این حرفایی بزنه واقعا باز تأسفه. این حرفا بوی خون میده. این حرفا معنیش اینه که ای مجاهدین، ای طالبان، برید اینا رو بکشید که اینا هسته‌های اولیه داعشن. پیش میده که نفرهای خود را روان میکنند به جلال آباد. هر چیز سخته در مفکور سخت. دوستان خواهش میکنم کلیپ هایی رو که میخواهید من جواب بدم بارها عرض کردم اینا رو بنویسید. پیش من صداش واضح نیست، صداش خیلی خشخش داره. آدم اون چرا که میشنوه باید به خوبی بفهمید صداشو بدون مقصدشو بدونه. خواهش میکنم برای بار صدوم هر کلیپی را که میخواهید جواب بدم بنویسیدش. الان این کلیپ من تا اینجا متوقف میکنم. از شما آقای ابوالفضل زلال خواهش میکنم این کلیپ رو بنویس برام تا دوباره جوابش بدم مفصل تر. بسیار متاسفم. با از برادرش من سوال کردم. برادرش بسیار آدم خوش اخلاق و خوش برخورد و با شخصیتی در مکه مکرمه دیدمش. باش گفتم که ایشون برادر شماست؟ گفت آره ولی سلفی های اینجا مثل سلفی ها اونجا که من شما میشناسیم نیستن. خب این حرف قانع کننده نیست البته. پاسخ استاد فاتح به امثال مولوی ثبات الله، مولوی زاده صوفی. بله. آی خدایا چقدر برام من اگه انسان خون گریه کنه حق داره. در چنین وضعی که انسان باید خوشحال بشه که یک کشور اسلامی سربلند میکنه در شبستان تاریک ظلم و جنایت دنیا، بیاید جنگ صوفی و سلفی رو تماشا کنید. ما خمینی وقتی سربلند کرد به اسم اسلام ازش طرفداری کردیم. دیگه اینا به جای خودشون. پناه بر خدا. اینا آغاز بسیار خطرناکی است. بنده از مولانا جلیل الله میخوام که فرزندشون رو نصیحت کنند، این حرفا را پس بگیرند، در ریختن خون مسلمانان شریک نباشند، در ریختن خون متوکلها و در فراری دادن بسیاری از اهل دعوت شریک نباشند. خمینی چنان سیاستی داشت که در ابتدای کار حتی اهل سنت رو به طرف خودش جذب کرد. شما از ابتدا اهل سنت رو داری میکشی؟ ای خدایا رحم، ای خدایا رحم. اگر سیاست رسمی دولت طالبان این باشه، بنده از فردا به جان دولت طالبان میافتم. لیکن دولت طالبان علنا میگه، علنا، که این سیاست ما نیست. صداشو بنده منتشر کردم، صدای استاد مجاهد منتشر کردم که این سیاست ما نیست. ما در میانمون هم سلفی هست، هم صوفی هست، ما یه حرکتیم، همه جور افراد در میان ما هست. ولذا از بینندگان ارجمند همان تقاضا دارم که انصاف به خرج بدن. هر آنچه که از افغانستان هر صدایی میاد معنیش نیست که سیاست دولته. الان اطلاعات ایران و بسیاری از شیعیان تابعش
کلیپ هایی رو منتشر میکنن که مال 20 سال پیشه. همه رو هر چی لباس افغانی و هر چی باشه میگه طالبان اینه. برای در چنین وقتی انصاف به خرج دادن آسان نیست. صدای ایشون استاد فاتح رو بشنویم ببینیم در این مورد چی میفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی. با این حساب حرف بنده راجع به شیخ فاتح درسته، ایشون شهید زنده باید حسابش کرد. پناه بر خدا. هر چیز بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. ما از دست مولوی عبدالحمید مینالیدیم که سلفی ها رو از مدرسه اخراج میکنه و تنگ میگیره. دیگه گویا که پناه بر خدا، راهی کیست؟ آله و صحبه و مفالا. دوستان عزیز، سوالی که در این ویدیو به آن پاسخ داده خواهد شد سلفیت چیست؟ و همچنین سلفیت در افغانستان از چه زمانی آغاز گردید؟ سببش چیست؟ سبب پرداختن به این موضوع اینه که در این اواخر تعدادی متاسفانه آمدن و به این منهج صاف و پاک زبان درازی کردند و حتی تا جایی که آن را زائیده استعمار و زائیده آمریکا در افغانستان دانستند و برای اینکه از این فرصت استفاده بکنند و مخالفین فکریشان را تصفیه بکنند متوسل شدند به این دروغ و به این اتهام و متاسفانه از الله نترسیدند، یا اینکه بی سوادند و این قضیه را نمیدانند، یا واقعا از الله نمیترسند و با وضاحت تمام دروغ میگویند. سلفیت چیست؟ سلفیت عبارت است از اتباع از قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر علیه الصلاة و السلام بر اساس فهم و برداشت و قرائت سلف صالح از صحابه، تابعین و تبع تابعین، یعنی قرون ثلاثه و قرون مفضله. به این میگن سلفیت که تو از اتباع بکنی از قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر علیه الصلاة و السلام بر اساس فهم و برداشت ائمه سلف از صحابه، تابعین و تبع تابعین. و شکی نیست که ائمه اربعه رحمهم الله، امام ابو حنیفه، امام مالک و امام شافعی و امام احمد ابن حنبل رحمهم الله، این بزرگواران بعضا از سلفند، از ائمه سلف، و بعضا همان راه و روش سلف صالح رحمهم الله را پیگیری کردن و دنبال کردن. دوستان عزیز، برادران و خواهران و بزرگواران، در ابتدایی که اسلام عزیز آمد، همین منهج صاف و صادق و منهج صحیح و درست که همان منهج اهل سنت و جماعت وجود داشت، تا اینکه کتب فلاسفه از زبانهای یونانی و زبان فارسی و به زبان عربی ترجمه شد. در این میان فلاسفه و در این میان متکلمین داخل شدند و خواستند که فلاسفه و گمراهانی که در اون زمان از غلات جهمیه و معتزله و امثالهم اینها را جواب بدند، آمدن از منطق خود اینها به اینها جواب دادند، بناهن خودشان در خطا رفتند. خواستند که اونها را از اصول خودشان ساکت بسازند، خودشان به دام افتادند و فرقه های متعدد به وجود آمد که آمدن در خصوصا در باب صفات الله متعال سبحانه و تعالی یا آن را تحریف کردند، به اصطلاح خودشان تعویل غلط، یا آن را تعطیل کردند، حالا این تعطیل به صورت کلی یا به صورت جزئی، و یا هم اینها مرتکب تمثیل شدند و مرتکب تکییف شدند. و اهل سنت و جماعت را از اون زمان تا به امروز متهم کردن با مجسمه، متهم کردن با اتهامات عجیب و غریب، و در هر زمان به آنها نامهایی گذاشتند و در این زمان
با آنها سلفی یا وهابی به اصطلاح خودشان گفته میشه. یا غیر اگر بله. مذهبی به نام وهابیت وجود خارجی نداره، گرچه بعضیها با آن خیلی پروبال میدن، ولی مذهبی به نام وهابیت وجود نداره. یک کلام و کوتاه کلام و خلاصه کلام. فقط اینها اتهاماتی است از جانب دشمنان و مخالفین بر اهل سنت یعنی اهل سنت واقعی و اهل سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. ما حزب و گروه و جریان تحت نام سلفیت نداریم. سلفیت همان اتباع قرآن و سنت بر اساس فهم و برداشت ائمه اهل سنت و جماعت، ائمه سلف رحمهم الله. و شکی نیست که ائمه اهل سنت از ائمه چهارگانه و بقیه ائمه بزرگوار در حدیث، در فقه، اینها پیروان سلف بودن رحمهم الله و پیروان از خود سلف بودن یا پیروان سلف بودن و همان راه و روشی را تعقیب می‌کردند که الله متعال سبحانه و تعالی میگه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اینهایی که متابعت میکنن به نیکی، آن را میفهمن منهج درست را و بعد از آن را عملی میسازن. اینطور نیست که عملی نکنن و فقط در حد ادعا باشه یا برای خودشان حزب تشکیل بدن و هر کسی که تحت حزبشان و تحت این دایره بود باشه سلفی و هر کسی که تحت این دایره نبود از منهج سلف خارج بشه یا از منهج بزرگان و گذشتگان صالح و نیک ما بیرون بشه. نه خیر، اینطور نیست. هر کسی که بر این منهج بود، متبع قرآن و سنت بود، بر اساس قرائت و فهم و برداشت ائمه، جمهور ائمه سلف رحمهم الله، در واقع او سلفی است و بر همان منهج سلف صالح رحمهم الله روانه. همان منهجی که قرآن میگه والذین اتبعوهم باحسان، آنهایی که به نیکی از اینها پیروی میکنن. و نیکی عرض کردم که فهمیدن این منهج و عمل به این منهج و رفتن به این منهج. حالا اهل سنت و جماعت، اگر شما کتب امام ابو حنیفه، حالا کتبی که ایشان منسوبه، مانند الفقه الاکبر و الفقه الابسط، هر دو این کتاب، یا کتبی که به امام مالک رحمه الله است، از امام مالک رحمه الله است، کتبی که از امام احمده، کتبی که از امام شافعی است، شما مراجعه بکنید، به وضاحت کامل میبینید که اسما و صفات الهی را قبول دارند. آنچه که الله برای خودش اثبات کرده و آنچه که پیامبر اثبات کردن، بدون هیچ تکییفی، بدون هیچ تمثیلی، بدون هیچ تحریفی و بدون هیچ تعطیلی، آنها را قبول کردن و پذیرفتن و گفتن که ما پیرو کتاب خدا و سنت پیامبر هستیم. و حتی فرمودن این ائمه که اگر کلام ما را مخالف کتاب الله و سنت پیامبر دیدید، آن را به دیوار بزنید. و گفتن هرگاهی که حدیث صحیحی برای شما رسید، بدانید که همان مذهب ماست. بعد از آن ائمه سلف رحمهم الله، مانند امام احمد، کتاب الرد علی الزنادقه والجهمیه را برید مراجعه کنید، کتاب توحید امام ابن خزیمه و کتاب شبیه همین نامی که از امام احمد رحمه الله است، باز هم از امام ابن خزیمه رحمه الله، کتاب عبدالله ابن احمد فرزند امام احمد رحمه الله، کتابهای ابن منده رحمه الله و کتاب ابن ابی عاصم رحمه الله، کتابهای آجوری رحمه الله و الی آخر کتب دیگری که سلف رحمهم الله در این باب نوشتن، خیلی واضح و شفافه. یا مثلا قاسم ابن سلام مثلا، حالا کتب این را هم مراجعه کنید، میبینید همان عقیده و همان باوریه که امروز با عنوان سلفیت با آن گفته میشه و در واقع با آن نعوذ بالله از جانب برخی ها مبارزه صورت میگیره. دوستان عزیز، این عقیده و منهج اهل سنت و جماعت و همان چیزی که قرآن کریم به آن فرا میخوانه و همان چیزی که سنت پیامبر علیه السلام فرا میخواندن و همان چیزی که احادیث صحیح پیامبر علیه السلام به آن معترفه و چیزی است که فهم و برداشت سلف صالح این امته. اینطور نیست که بر اساس عقلشان بیاین صفات الله متعال سبحانه و تعالی را نعوذ بالله تعطیل بکنن، یعنی انکار بکنن، چی به صورت کلی باشه چی به صورت جزئی، یا آن صفاتی که الله برای خودش ثابت کرده آنها را تحریف بکنن و نامش را بگذارن تأویل، البته تأویل فاسد، شکی در این نیست.
و یا این که صفات الله را تمثیل بکنن، چون لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مانند الله نیست، مانند مجسمه. یا این که بیان صفات الله را تکییف بکنن، بگن که صفات الله مانند صفات مخلوقین، نه خیر، اینطور نیست، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. یا کلام امام مالک رحمه الله است که امام مالک رحمه الله وقتی از ایشان در مورد استوا سوال میشه میفرمایند الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعه والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. این کیفیت را ما نمیدانیم، علمش را تفویض میکنیم به الله متعال. علم کیفیت را تفویض میکنیم، نمانند مفوضه که معنایش را تفویض کنیم، چون معنایش ظاهره و نصوص شرعی معنایش واضح و شفافه. آنچه که الله برایش اثبات کرده و آنچه که پیامبر علیه السلام به الله متعال اثبات کردن، آن را ما بدون این قواعد چهارگانه اثبات میکنیم. یعنی آن را تحریف نمی کنیم، آن را تمثیل نمی کنیم، آن را تعطیل نمی کنیم و آن را تکییف هم نمی دهیم، بلکه آنگونه‌ای که الله برای خود اثبات کرده آن را اثبات می کنیم و به همان منهج سلف صالح رحمهم الله که فرمودن امیر روح کما جاءت، این نصوص صفات را با آن طوری آنها را اجرا بکنید و با آن طوری آن را بیان کنید که آمده، بدون که در آن تمثیلی باشه، تکییفی باشه، تعطیلی باشه و تحریفی باشه یا به اصطلاح آنها تأویلی وجود داشته باشه. این منهج صحیح و صاف و سالمه و این منهج متاسفانه در طول تاریخ هر زمانی مورد حد حرمت قرار گرفته و این منهج متاسفانه خصوصا مادامی که بعضی از حکام آمدن با قدرت و بعضی از افرادی آمدن به اصطلاح خودشان از متکلمین آمدن و با این منهج مبارزه کردن و عقل را بر نقل تقدیم کردن و بر اساس عقلشان یا دوچار تکییف شدن یا دوچار تمثیل شدن و یا دوچار تحریف و تعطیل شدن. نعوذ بالله. در طول تاریخ اینطور بوده. امام احمد رحمه الله مورد آزار و اذیت قرار گرفت در این باب، در باب صفت کلام برای الله متعال. امام بخاری رحمه الله مورد آزار و اذیت قرار گرفت که باعث شد کتاب خلق افعال و عباد را بنویسه که از بهترین کتاب‌ها در باب عقیده اهل سنت و جماعت و الی آخر. علمای دیگر، بزرگان دیگر مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. بعد از قرون مفضله یک وضعیتی به سر امت آمد، تعصب، متاسفانه کورکوران راه رفتن و خیلی مشکلات دیگر به وجود آمد و باعث شد که این منهج متاسفانه کم کم حالت خوابیدگی برای خودش پیدا بکنه. باز در یک زمانی در هر چند سالی یکی از علما سر بلند کرد و این منهج را تازه کرد تا زمان قرن هفتم که اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و شاگردانش آمدن این منهج را دوباره تازه کردن، همان روش سلف صالح رحمهم الله را. بعد برای یک مدتی دوباره خوابید، پس دوباره زنده شد. در شب قاره هند، اهل حدیث هند که خانواده دهلوی بودند، اینها آمدن از امام شاه ولی الله دهلوی، عبدالعزیز دهلوی و الی آخر، شاه عبدالعزیز دهلوی و الی آخر، اینها آمدن این منهج را تازه کردن. در شب جزیره عرب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله آمد، دوباره این را تازه کرد. در یمن مانند امام شوکانی، امام صنعانی، اینها آمدن دوباره این را تازه کردن. در مصر همچنین اینها آمدن، هر کدام در هر یک جای اینها آمدن دوباره این منهج را تازه کردن. و در افغانستان هم این منهج همچنان در هر چند سالی علمای آمدن و این منهج را تازه کردن و مردم را به سوی آن دعوت کردن. زمان امیر عبدالرحمن خان را مطالعه کنید، میبینید که چقدر از علما را کشت و آزار و اذیت کرد به خاطر این منهج. و بعد از آن در طول این قرن اخیر ما وقتی که ببینیم، یعنی قرن 14 از 1300 به بعد، حالا که ما به 1400 میبینیم که علمای در طول این مدت آمدن، از مجاهدین آمدن، مانند مولانا جمیل الرحمن، مانند مولانا اکرام الدین بدخشانی صاحب کتاب اظهرالبیان، یا مانند انورشاه بدخشی، مولانا انورشاه بدخشی که ترجمه دری قرآن کریم را کرده و الی آخر علما و دانشمندان یا از مجاهدین مثلا شیخ عبدالله عظام رحمه الله و الی آخر، اینها آمدن این منهج را داشتن، این روش را داشتن. این ربطی به این که نمیدانم اینها توسط آمریکا آمدن این ربطی به این ندارد. دروغ نگید، از الله بترسید. این منهج قرآن و سنت، اتباع قرآن و سنت بر اساس فهم سلف صالحین امت. پس این چرندیات و این خزعبلات را بگذارید کنار. این ربطی نه به آمریکا داره، نه ربطی به استعمار داره، نه ربطی به این داره، نه ربطی به اون داره.
و این شعار که نمیدانم این سلفیت با آمریکا آمده نعوذ بالله، مگر قبل از این علمایی که بودن اینها چه؟ اینها همه با آمریکا آمدن نعوذ بالله. از زمان پیامبر علیه السلام این منهج شروع شده تا به امروز و در هر زمان اهل بدعت با این مخالفت کردن. البته نکته به خدمتتان عرض بکنم، ائمه چهارگانه همچنان که دوبار من در طول این برنامه از اول وسط و حالا دوباره آن را اشاره میکنم، این بزرگواران رحمهم الله جزء سلفند و بعضا در منهج سلف صالح رحمهم الله روانند و اینها را کسی نمیتونه که از این منهج پاک و مصفا بیرون بکنه و بی‌ادبی به اینها، بی‌ادبی به سلف صالح رحمهم الله هست و لازم اونهایی که خودشان را منتسب میکنند به این منهج پاک قرآن کریم و سنت پیامبر علیه السلام را دانسته و بر اساس فهم سلف صالح ائمه سلف رحمهم الله این قرآن و سنت را همان طور قرائت بکنند و همان طور برداشت بکنند و به همان راه و روش روان باشند بدون هیچ تحریف و تعطیل و بدون این بازی هایی که اهل کلام با آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر علیه السلام انجام میدن. و این شکی نیست که اگر کسی بر این منهج روان باشه هیچگاهی به ائمه بزرگوار رحمهم الله توهین نمیکنه، بلی در میان ائمه رحمهم الله در مسائل عادی اختلافاتی وجود داشت و این اختلافات نمیتونه که اونها را از منهج سلف رحمه الله بیرون بکنه. حتی که در باب عقیده باشه بیان میکنیم مانندی که در میان صحابه رضوان الله علیهم اجمعین اختلافاتی وجود داشت، یعنی اختلافاتی که مجال اجتهاد داره، متوجه هستی؟ نه اختلافاتی که در باب صفات الله متعال در این موارد بسیار مهم و اساسی باشه، نه اختلافاتی که مجال اجتهاد باشه، در میان صحابه هم وجود داشت و مجال اجتهاد داشته باشه در مسائلی مثلا در مسائل فقهی و در مسائل فروعی، نمیتونه که شخص را از دایره اهل سنت و جماعت و از دایره سلف صالح رحمهم الله اخراج بکنه و خارج بکنه. من امیدوارم دوستان عزیز که توانسته باشم، گرچه بسیار تون صحبت کردم، امیدوارم که موضوع را گرفته باشید که من هدفم چی بود. خواستم که سلفیت را برایتان تشریح بکنم و تاریخچه از آن را بیان بکنم به خاطر این خزعبلاتگویان، اینهایی که میگن سلفیت را آمریکا نعوذ بالله در افغانستان آورده و اتهام میبندن بر سلفی ها که این سلفی ها توهین میکنن به ائمه بزرگوار. نه، مگر اینکه خودت را ائمه بزرگوار بگی، مگر اینکه خودت را مثلا یا استادت را ائمه بزرگوار بگی و مخالفت با اون را مخالفت با اسلام و مخالفت با امام ابو حنیفه یا امام شافعی یا امام احمد یا امام مالک، حالا خلاف ترتیب گفتم، مثلا مخالفت با اینها بدانی و الا اینکه با این بزرگواران کسی نمیتونه سلفی باشه و با اینها مخالف باشه و به اینها توهین بکنه و اینها جسارت بکنه. و متاسفانه نکته دیگر، متاسفانه بعضی از اینها فرق در میان منهج ظاهریه و منهج سلف و اهل حدیث رو نمیفهمند. حتی در مکاتب فقهی، مکاتب اهل رأی داریم، یعنی مکتب اهل رأی هست، مکتب اهل حدیث هست و مکتب ظاهریه هست. متاسفانه مکتب ظاهریه را اینها با هم خلط کردن و تصور میکنن که سلفیت یعنی مکتب ظاهریه و فکر میکنن سلفیت یا اهل حدیث یعنی مکتب فقهی اهل ظاهر، در حالی که اینها با هم دو شیء متفاوته و میبایست که در این باره مطالعه صورت بگیره. پس دهانهایتان را ببندید و به منهج پاک و صاف سلف صالح رحمهم الله و منهج سلفیت توهین نکنید. و باز هم بیان میکنم که سلفیت با عنوان یک حزب، با عنوان یک کتله سیاسی و کتله حزبی نیست، بلکه شخص میتونه اصلا هیچ نسبتی نداشته باشه، یعنی نگه که من سلفی هستم، میگه من مسلمانم، ولی متبع کتاب خداست و سنت پیامبر علیه السلام بر اساس فهم سلف صالح، بر اساس فهم سلف ائمه سلف صالح رحمهم الله، این شخص در واقع در دایره منهج سلف رحمهم الله داخله، چون همون منهج را پیش میبرد. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند این سخنان رو در میزان اعمالتون قرار بده و جزاکم الله خیرا. آقای باباجان تاجیک از روسیه، شما یک کلیپ فرستادی و فکر کنم الله خیرا و بارک الله فیکم. این که همین الان پخشش کردم، شما ضبطش کردی پخشش کردید. بله
آقای عبدالکریم هدایت شده، شما 20 تا سوال نوشتید، من یکیشو جواب میدم، آخریشو جواب میدم، ولی 20 تا که نمیشه جواب داد که. شما به علم علاقه دارید، بلند شو برو لاهور و دنبال علم، خدا به توفیق بده. استاد جان، واقعا دارم نعمت ایمان را و دوستی با خاطر الله را و دوستی صحابه به احترام میچشم، چون که شما از ایران هستید، بنده از تاجیکستان، اما شما از تمامی مردم تاجیکستان و حتی از پدر و مادرم بیشتر دوست دارم. خدا حفظتون بکنه و نصیحت بنده را بشنو، در همه عمرت دعاگو خواهی شد. این نصیحت بنده را بشنو، برو لاهور و بهترین انتخاب عمرت خواهد بود. استاد جان، بنده از همون روز اول گفتم اگر طالبان سخنان شما را بخصوص درس تفسیر و عقیده شما را قبول کنند پس حق هستند، چون که به نظرم شما در راه راست محمدی هستید. نه، ما عموما ببین این حرکت های سیاسی رو با عقیده نباید قاطی کرد. طالبان عموما اهل سنتن، در میانشون هم سلفی هست، هم صوفی هست، هم صوفی قالی هست. دقیقاً این حرکت سیاسیه، شما نمیتونه بگی، ولی عموما عموما مقلدند و صوفی. و از برنامه بنده هم اکثرا اظهار خوشحالی میکنن. تا حالا من ندیدم یکی از طالبان اظهار چیز بکنه، ناراحتی بکنه. اصلا این علمان اهل سنت اینجا یعنی تاجیکستان به خاطر ترس از دولت همه حقیقت را علنی در بیان گفته نمیتونه. نه خب دیگه خدا هم انقدر مکلفشون نکرده، خدا همه را مکلف نکرده که جان بدن. فاتقوا الله ما استطعتم، به اندازه توانایی خودتون از خدا بترسید. بعضی رو میگن، بعضی حق میگن، بعضی نه. بله، مهم اینه که اگر همه حق رو نتونستن بگن باطل نگن، این مهمه. بله، آیا در کتاب پیشین، کتاب حضرت موسی و حضرت عیسی لفظ الله جل جلاله اومده؟ حتما اومده، لیکن به زبانشون، به زبان خودشون، نه چون اون کتابا که به عربی نازل نشدند که. کلمه الله یا خدا یا گاد در همه الفاظ دنیا هست، در همه زبانهای دنیا هست. اینجا علامه شعراوی یک استنباط بسیار جالبی میکنه، میگه همیشه اسم دلیل مسماه. همین که یک اسم در همه زبان ها هست این خودش دلیل بر وجود خداونده. والا چطور این اسمی بود؟ آقای یعقوب شیروزهی از زاهدان، سلام الله، شما تنها کسی هستید تو این دنیا در حال حاضر که من قبولش دارم. نه، اینجوری نگاه نکنید. ببینید شاید شما از حرفای بنده خوشتون اومده، لیکن مقلد تک نفری نباشید. یعنی بنده رو با اسلام قاطی نکنید. فردا بنده از بنده عیبی دیدید نگی اسلام اینجوریه. این خوشبینی شما رو میرسونه. خدا خیرتون بده. دقت میکنید و لطف دارید. اما چنان عالمانی در دنیا اسلام هستند که بنده ارزش شاگرد بودنشون رو ندارم. بدون هیچ تکلفی اینو میگم. به من قبولش داد. از نظر علمی و آگاهی دینی و غیره. الله به عمر شما برکت بده. خیلی متشکرم. من حتی از پدر و مادر شما رو بیشتر دوست دارم. خدا خودتون و پدر و مادرتون برکت بده. ولی کاش چند مورد
اخلاقی را نداشت. اینا شما اظهار نظرهایی که من خودم بخونم و گذاشت و بخشش داشتی از کسی که بهت بدی کردن. نه، کسانی که به شخص من بدی کردن فرق میکنه کسانی که به دعوت ضربه زدن، کسانی که یعنی این تبرعاتی که خوردند و بردند یک قران نصیبشون نشد، ابزار دست دیگران شدن فقط و ما را به هزار مشکل مواجه کردن. دقت میکنی؟ شما نمیدونی بر سر من چی اومده. من همه چیزو نگفتم. بله. و اونایی که رأی دادن خدا خیرشون بده، اونایی که رأی ندادن رأی بدن راجب برنامه، راجب خود بنده، راجب نکات ضعفم، نکات قوتم، اینا را خودم میخونم، همه را میخونم. الان سوالا رو جواب میدم انشاءالله. رئیسی قرآن هم بلد نیست. بیا وقتی که مرجع آقای رئیسی که آقای خامنه‌ای باشه، حدیث من کنتو مولاه فهذا علی مولاه رو که همه مذهب شیعه بر این بسته نتونه بخونه، میگه من کنتو مولای فهذا علی مولای. دیگه از رئیسی چه انتظاری میشه داشت؟ ببینیم چه میگه. شهدا به رزمندگان 8 سال بله. دفاع مقدس و به ایثارگران عزیز که همواره احساس حق میکنیم بر عهده خودمون نسبت به تلاش و زحمات و ایثارگری هایی که اون عزیزان داشتن. واسه حق بر عهده خودمون میکنیم این که معنا نداره. یا منظور آقای دکتر نسبت به ایثارشون احساس دین میکنیم بوده، یا به خاطر ایثارشون به گردن ما حق دارن بوده. خلاصه که حرف زدن فارسی رو بی خیال. ایشون در دروس حوزوی آیت اللهی هستن برای خودشونا. هو الذی لا اله الا هو الملك القدوس العزیز الجبار المتکبر. اصولا چنین آیه اصلا وجود نداره. آیت الله میخواستن آیه 23 الحشر رو بخونن. الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. 6 کلاس رو با معدل 11 تو شهریور پاس کردی، سواد سخنرانی هم نداری، قبول. ولی تو اون حوزه خراب شده 2 خط قرآنم به شما یاد ندادن. ای والله حقشون همینه. حقشون همینه که اینجوری بهشون پاسخ داده بشه. اگر چنین جوی در زمان شاه وجود می داشت، خمینی به سرکار نمی آمد. البته شاه هم نمی موند. شاه اللهی را شما در بیرون می بینید که همان روحیه دیکتاتوری دارند که اینا در لباس مذهب دارند. آقای ابو محمد افغانی: همین که طالبان امنیت را آورده و مواد مخدر را میخوان نابود بسازند، بر تمام حکومت گذشته ارزشش بیشتره. آفرین بر شما. حتی بر کسی کافر باشه آفرین بر شما. این حرف درسته. این انصافه. این انصافه. این که همه جانوران دنیا، همه شهوت پرستان، همه بزهکاران دشمنان اینا هستن. هنوز شما نگاه کن، خمینی روز اول اومد به رسمیت شناختن. چرا طالبان هیچ دولتی به رسمیت نمیشناسه؟ دقت میکنی؟ ولی باید به هر حال الان حرفای مولوی صبغت الله رو ما به پای طالبان نمی نویسیم، لیکن این اعمال و این تصرفات بسیار بیخردانه و دور از سیاست و حکمته. خمینی وقتی اومد کمونیستا رو در صف خودش کشید. کمونیستا رو، همه مخالفین در صف خودش کشید. و ما نمیگیم مثل خمینی تغییر کنن، لیکن با کشتن اهل سنت شروع نکنن. آخوند قرآن کلام الله نیست. بله آخوند اینه دیگه. اینا رو کسی کاری نداره. اینا جواب دادم قبلا.
الله مال جاهلیه، عذر میخوام، مال جاهلیت عرب است. الله مال اسلام نیست. الله این مرد که احمق ادای روشنفکران رو به اصطلاح در میاره. الله مال جاهلیت عربه، الله مال اسلام. بسم الله چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، این کلمه الله چیه؟ اینا تو حوزه هاشون که درس از قرآن نمیخونند که رئیس جمهورش قرآن خوندن بلد نیست، آخوندش. اینا موبدانی هستند که اومدن در لباس تشیع اسلام رو خراب کنن. کلیسا و کنیست و آتشکده با هم جمع شده تشیع رو ایجاد کرده. این حقیقت داره که دریایی که حضرت نوح از اون گذشته میگن دریای مصر بوده. حضرت نوح نه، حضرت موسی. حضرت نوح اونجا نبود که، حضرت موسی از اون گذشته. بله، میگن دریای نیل بوده. بله. یه سوره دیگه، تعبیر خواب حضرت یوسف حقیقت داشته، شکی نیست. همه اون چرا که در خواب دید، در ظرف 80 سال عمرش اینا رو دید دیگه. اینا رو دیشب توضیح دادم. آقای عمر ترکمن، خیلی متشکرم، لطف دارید. آقای صوفی هدایت شده، علیکم السلام. تا چند روز پیش دستوری از یک مولوی در خواندن نماز دریافت کردم، ببینید صحیح است یا نه. گفتن الله اکبر کبیرا والحمدلله کثیر. در خواندن این ربطی به نماز نداره، این درود خوندنه. والحمدلله کثیرا سبحان الله بکرة و اصیلا، قبل از خواندن سوره حمد. یعنی اگر خوندی مشکلی نیست اینا رو. قبل بعد از که سبحانك اللهم رو خوندید یا هر دعای دیگری اینا رو هم خوندید، مشکلی نیست. و باز شدن درهای اجابت الله این بدعت نیست؟ نه، بدعت نیست. و اگر نیست محل ادا کردنش به درستی کجای نماز است. یعنی اینها رو جزو نماز نیست، اینها رو به عنوان دعا خود شما میخونید. میتونید بعد سبحانك اللهم بخونید، میتونید در هر جایی که وقت دعای در نماز بخونید. اما اگر نخوندید نماز درسته. آقای سلطان سلیم، حوثی مجوسی میخواد وارد مکه بشه. يثبتوها عندهم فإن شاء الله في القريب العاجل ترونني على منبر الحرم المكي بمكة. این حوثی نیست، این مجوس مکه. میگه به زودی منو خواهید دید در مکه که در حرم مکه، در منبر حرم مکه من سخنرانی کنم. این که نقشه همه باندهای معمم شیعه هستش. کرم عند الكعبه القي خطاب لكل العالم. اینو تقریبا 10 سال پیش 11 سال پیش من منتشرش کردم. همین جفنگی که الان داره میگه اون موقع از قدیمه. یعنی وخلي يخافون الوهابي. بله، چرندیاتشونه. خداوند حرمین رو از این شرورها حفظ کنه. آیا خمس به پول پیشخانه تعلق میگیره؟ خمس اصلا نادرسته، کل خمس نادرسته. یه پولیه که آخوندهای شیعه به زور از شیعیان میگیرن، به زور فکری، نه به زور قوت. گفتن آیا پول پیش مستاجر وقتی که وقت قانونی تمام شد و پول را گرفت و منزل اجاره شده را تخلیه کرد، آیا خمس به پول پیش تعلق میگیره؟ بله، این پول قرضه دیگه، درسته؟ بله. یعنی اگر من مستاجر به صاحب منزل پولی را قرض داده بودم، تا زمانی که پیش اوست که هیچ،
من دسترسی ندارم. وقتی که این پول به من برگشت و فرض اینه که سالمش خورده، ممکن اصلا 2 سال من تو این خونه بودم یا 1 سال تو این خونه بودم، در هر صورت سال به این پول خورده، مالکش هم که منم، منتها یه مشکل داشت و اون این بود که دسترسی نداشتم. الان که دیگه به دست من رسیده، همون زمانی که وصول میشه دیگه معطلش نکنید دیگه، همون زمان یه خمس شد. این تحریف دین خداست. چون این پولی رو با زکاتش داد، اونم به فقرا، نه خمسی را که آخوند دجال درست کرده. در قرآن از مسلمان ها خمس نمیشه گرفت. خمس در غنایم جنگیه. شیعه همه دین رو تحریف کرده، ولی زکات 2.5% رو مبدل کرده 20% که خمس باشه. چشم، انشالله آقای اشکنان، خدا خیرتون بده. شماره‌ای که من نمیشناسمش کیه. سلام، من سالهاست، علیکم السلام، سالهاست برنامه شما رو میبینم و به اصلاح عقیده من کمک کرده، الحمدلله. و وقتی برنامه تون رو میبینم بر ایمانم اضافه میشه، خدا را شکر. و در اون لحظات حس خوبی دارم و به قرآن و نماز و تشویق دلم مملو از محبت خدا میشه. این برکت قرآنه، این برکت قرآنه. از این بابت شما بسیار ممنونم. لیکن مهم اینه که این حالت رو با عبادت و با مطالعه بعد از برنامه هم همچنان در خود داشته باشید. برای که وقتی که علم منتشر میشه، ملائکه رحمت نازل میشه. وقتی که قال الله و قال رسول باشه، ملائکه رحمت نازل میشه بر سر من و شما. ولی مهم اینه که در زندگی روزمره‌مون این رحمت ادامه داشته باشه. از این بابت شما ممنونم. یه نکته میخواستم عرض کنم که توی تصاویر اول برنامه بعضا تصاویر خون‌آلود است که چون با بچه و خانواده میبینیم، من اون موقع کانال را عوض میکنم. خواستم نظرم را عرض کنم. مشکلی نیست، خوبه عوض کنیم. من همچین امکاناتی ندارم که والا میتونستم مثلا اگه خودم پشت برنامه بودم میتونستم اون لحظه رو نشون ندم مثلا. و ببخشید از این بابت. شیرمرد بزرگ بلوچستان، دیدار چند وقت پیش مولانا نقشبندی و هیئت علمای سرباز. ما آمدیم امضای کردیم، ما میریم، ما میریم، ولی آمدیم شما رو میریم. مولانا نظر محمد خدا رحمتش کنه. دیگه هنوز با اون قوم ببینید این خانه مولانا نظر محمد، خدا رحمتش کنه. ثبات دارن نیست کنم. دعوت کرده بودن، یه هم رفته بودن اونجا، این کار دیده بود بیچاره. دعای خیر کرده تمام جماعت. ما خوشحال بودیم که شما فرستیدید، ما شما رو گلدوخت کنم، مسیح شما خدا شما رو هست. کفتگی نتوانید در اگر ما رحمت خدا بر ایشون و بر بقیه رفتگان ما و شما از مؤمنان و موحدان باد. آقای عبدالواسع به ما نمره 20 دادند، خدا خیرتون بده. آقای که شیعی که زردشتی شده، بله. عرض من این بود که زردشتیت که شما از تشیع به زردشتیت رفتید، در واقع از باران به ناودان پناه بردید.
بلکه زرتشتیت دین آسمانی نیست. با آقایونی که مناظره هم میکردیم میگفت که نه، زرتشتیت دین زمینیه، آیینه. فرضاً هم دین آسمانی باشه، چه اشکال داره؟ فرضاً دین آسمانی باشه، لیکن در قیامت هیچ دینی جز اسلام پذیرفته نمیشه. همه پیغمبران خدا از آدم تا خاتم مسلمان بودند، یکتاپرست بودند، موحد بودند. این مردمند که دینها رو منحرف میکنند. حضرت عیسی عیسوی نبود، حضرت موسی موسوی نبود. دقت میکنید؟ همه پیغمبران آمدند که مردم به سوی خدا دعوت کنند، با این تفاوت که هر پیغمبری که اومده برای قوم معینی بوده، جز پیغمبر آخر الزمان. و هر پیغمبری هم که اومده از پیغمبر آخر الزمان ازش و عهد گرفته شده که اگر در زمان شما ظهور کرد باش بیعت کنید. و این مطالبان من مفصلا از تورات انجیل آوردم و حتی دوستمون آقای زاکر نایک، دکتر زاکر نایک، از کتاب هندوام اینا رو آورده. و چه بسا ادیانی که الان من بت پرستی هستند، بت پرستی ظاهر و واضح، اینا صاحبانشون پیامبر بودند لیکن ما نمیدونیم، بعدا دینشون منحرف شده. اما نقطه اساسی که میخوام خدمتون عرض کنم اینه که پیغمبر اسلام پیغمبر همه جهانیانه، برای همه، از روز اول هم که اومده برای همه بشر اومده. در قیامت خداوند هیچ دین رو جز اسلام قبول نمیکنه و پیغمبران همه مسلمان بودن. دقت میفرمایید؟ و الان شما زردوشی باشید خدا قبول نمیکنه، عیسوی باشید، عیسی پرست باشید، موسی پرست باشید، یهودی باشید، مسیحی باشید، قبول نمیکنه. چرا؟ برای که اینها از راه جاده اصلی منحرف شدن. این از توصیه بنده به شما. اگر خواستید، اگر اهل تحقیقید، یک کتابی در ذهنم بود، فعلا در ذهن از ذهنم پرید در این لحظه. بله بسیار و خیلی متشکرم که تذکر دادید. علیکم السلام طلا آقای محمد زاهد. هرچه ساعت برنامه شما با وقت افغانستان و تاجیکستان و ایران پیش بیفتد ما میتونیم برنامه شما را کامل دنبال کنیم، چون اکثر وقت دیر وقت میشود و برخاستن به نماز صبح برای ما مشکل میشه. بله خب الان دیگه از فردا انشاءالله 1 ساعت زودتر شروع میکنیم. مداخله مستقیم رئیس جمهور ایران در امور داخلی افغانستان در حصه تشکیلات نظام امارت اسلامی. اگر در افغانستان حکومتی فراگیر با مشارکت مؤثر تمام اقوام اداره کشور را خب ببین این حرفایی که میزنه این دلیل بر وقاحتشه. خب مگه شما در دولت خودت دولت فراگیر تشکیل دادید؟ در کابینه خودت چند تا کرد هست، چند تا بلوچ هست، چند تا ترکمن هست، چند تا عرب هست و چند نفر اهل سنت هست. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا چیزی را میگوید که خودتون بهش عمل نمی کنید؟ و این گناه بزرگی است که انسان چیزی بگه خودش عمل نمیکنه. لیکن اینها از بس که دروغ میگن، دروغ براشون نقل نباته. در دست نگیرد امنیت به افغانستان باز نخواهد گشت. یعنی چی؟ یعنی ما کمک میکنیم به احمد مسعود و از یه طرف مثل روش سابقشون دیگه. قیم معابی نیز همانند اشغالگری. قیم معابی نیست پس ولایت فقیه چیه؟ اگه ولایت فقیه قیم معابی نیست پس چیه؟ محکوم به شکست است. میگم اینا شرم ندارن. دولت بی شرم یعنی همین.
جواب جنرال مبین کمیسیون فرهنگی امارات اسلامی به سخنان رئیسی. و ایران انتخابات ندارن که جامعه جهانی اروپا دارن، اما تو روسیه. و یک گپ دیگری که ایران، ما بر شما بگم، رئیس جمهور ایران اون مداخله میکنه، بسیار به چشم سفیدی میگه که اگر طالبای تو حکومت را نبیاره که قابل و فلان، یا فکر میکنم در غم جاسوسای خود هستن و رئیس جمهور ایران بشنوه که آفرین بر جرأت شما. حکومت آینده هیچ جاسوسی همسایه ها را نداشته باشه، نه از پاکستان، نه از تاجیکستان، نه از ایران، از یک هم جاسوسش باید در حکومت آینده نباشه و در حکومت ما مداخله چشم سفیدانه نکنه، دست دراز نکنه. پاکستان هم دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم اردویشان مردم افغانستان هیچ کس را دخالتش قبول نداره، پاکستان باشه، ایران باشه، چشم سفیدی را نکنه. خاص کر رئیس جمهور ایران گپای را که شما ببینین، سعی کنین بسیار هم فقط بگی که افغانستان یک ولایت ایران باشه، به این رقم صحبت میکنه. چی کار؟ آفرین ماشاءالله. در کار ما داره، در وزیرای ما داره، در حکومت ما داره، همکاری مناسبات خوبی داشته باشه. ما نمیکنیم در حکومت ایران مداخله نمیکنیم، در پاکستان نمیکنیم. اگر میکنیم در پاکستان حقوق پشتونها زیر پای است، بنا پیکیم تظاهرات میشه. در ایران سنی ها همش کوبیده میشه یک مسجد. و ایران انتخابات ندارن که نیست، در وزیرش نیست، در والیش نیست. ما حکومت ایران مداخله نمیکنیم، در پاکستان نمیکنیم. اگر میکنیم در پاکستان حقوق پشتونها زیر پای است، و ایران انتخابات ندارن که جامعه جهانی اروپا. کسی حکومت یک سنی نیست، در وزیرش نیست، در والیش نیست. ما مداخله نمیکنیم، کسی هم نکنیم. تظاهرات میشه. در ایران سنی ها همش کوبیده میشه، یک مسجد نداریم. اینجا کدام شیعه را کس کوبنده؟ فوق افغان خود ماست. بد کنه کس که به شیعه دست بزنه، به دیگه دست بزنه. اونجا در ایران سعی که مداخلات در رأس حکومت یک سنی نیست، در وزیرش نیست، در والیش نیست. ما مداخله نمیکنیم، کسی هم نکنیم. آفرین بر شما. ایران جز این لهجه رو نمیفهمه، تنها لهجه‌ای که میفهمه اینطوریه. آیا کسی که به قول قرآن از خاسرین باشه برگشتش در آخرت به سوی آتش ابدی است که در آن خواهد سوخت؟ اگر کافر باشه بله، اگر مشرک باشه بله، اگر نه. فقط کافر و مشرکه که در همیشه در جهنم باقی خواهد موند. اما مؤمن گناهکار که اعمالش بیشتر، اعمال بدش بیشتر از اعمال خیرش بوده، اعمال خیر یکی به 100 تا 700 تا، اعمال بد یکی به 1، با این حال هم بدیاش از خوبیاش چربیده، شفاعت شاملش نشده، با این حال هم چون این فردی به خاطر کلمه توحیدی که در دل داشته در جهنم ابدی نخواهد بود. این تفاوت مسلمان معصیتکار با کافر و مشرکه. طنز امشب آقای هدایت شده هیئتی، بشنویم ببینیم چیه. کسی باشه هم برای من هم برای شما با حضور حاجی فلاح داره. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال آقا؟ سوال معال دارید بپرسید که همین الان ورژن جدید رساله مقام عظما اومد. اینو که دیشب گذاشتیم، این آقای ورژن رو گذاشتیم، ببینید بعدی چیه. سخنانی که از تلویزیون ایران مرتب پخش میکردن، سوال کردن از ابن حنبل که افضل الصحابه کیست؟ کسی رو گفت یا نمیدونم چه کسی رو گفتن، چرا علی علیه السلام نگفتی؟ گفت تو که علی اخلاص داشتی. گفت شما صحابه سوال کردی، علی بر نفس پیامبر جان. بفرمایید ببینیم چی میگه.
سوال کردن احمد ابن حنبل افراد صحابه کیه؟ این بهجته. این آقای بهجت همون دجالیه که میگفتن چشم برزخی داره. در میان شیعیان دجالبازی خیلی راحته و در میان بسیاری صوفیان همچنین، برای هر دوشون چشم بسته پیروی میکنند، مقلد محضن. خب ببینیم این آقا چه دروغایی میبافد. گفت یه کسی را من خیلی کی را تعیین کرد؟ چرا علی را نگفتی؟ تو که با علی اخلاص باشی. گفت شما سوال از صحابه کردید. علی از صحابه نیست. علی نفس پیغمبر است، جان پیغمبر است، روح پیغمبر است. خب ببینید اینا چطوری دروغ میبافند. خب یعنی این هر چی که گلو خودشونه از زمان سنیان نقل میکنن تا شیعیان رو فریب بدن. اولا کو دلیلت که احمد ابن حنبل همچه حرفی زده؟ این دروغ محضه. کتاب احمد ابن حنبل مسند احمد موجوده، همچه حرفی درش نیست. ثانیاً به اجماع امت اسلامی با تمام مذاهبش علی از صحابه، از مهاجرین، از صحابه، بلکه از عشره مبشره و داماد پیغمبره. چطور صحابی نیست؟ صحابی به چه کسی گفته میشه؟ به کسی که بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آورده باشه. علی در خانه پیغمبر بود و پیغمبر ایمان آورد. اولین نفری است که از کودکان ایمان آورده. صحابی و بر همین ایمان بمیره. علی هم بر همین ایمان مرده که هیچ شهیدم شده. بین میگن صحابی. اگر نفس پیغمبر 2 نفس داره، این از قلوب‌ها و افراط‌های شما دروغگویانه، برای جیبتون پر کنید. لیکن میان از احمد ابن حنبل یا بقیه ائمه اهل سنت نقل میکنن تا شیعیان فکر کنن که این حرف درسته. بریم جلوتر. حکمی که برای صحابه دارد برای علی خوندن غیر خدا که شرکه، چه علی باشه چه غیر علی، در تضاد کامل با ایاک نستعین داره. ثالثه عزاداری برای سید الشهدا مناسب هست که عزاداری در دین اسلام 3 روز بیشتر نیست. حضرت سید الشهدا حمزه فوت کرد، شهید شد که پیغمبر او را سید الشهدا نامید و پیامبر هر سال براش عزا نمی گرفت. بسیاری از شاگردان پیغمبر در حیات پیغمبر فوت کردند، شهید شدند. پیامبر هر سال براشون عزا نمی گرفته. حضرت عثمان شهید شدند، حضرت عمر شهید شدند، هیچ کسی براشون هر سال عزا نمی گرفته. لیکن شماها با غلو و افراط، همانطور که یهودیت و مسیحیت و مجوسیت را وارد اسلام کردید، اسلام را ویران کردید. و تشیع یعنی ویران کردن اسلام از داخل. غلو و افراط ویران کردن اسلامه. با طبیعت اسلام نمیخوره، چه در لباس داعش باشه چه در لباس تشیع باشه. مجلس عزاداری برای خود حضرت امیر همه حرفشون عزاداریه. یک کلمه درست در دلشون نیست. همش حرف عزاداری، افکار پست، افکار حقیر. به جای اینکه مردم به توحید بخونن، به خداشناسی بخونن، به استقامت در اعمال بخونن، به اخلاص بخونن، به نماز، به روزه، به حج، به زکات، به احکام شرعی، همش عزاداری و گریه و زاری. اینا اعمال پسته. ان الله يحب معالی الامور و یکره سفاسفها. خداوند امور بزرگ دوست داره،
از اعمال ناچیز بدش میاد. دست شما درد نکنه. هدایت شده تبریزی، خیلی متشکرم از دعا خیرتون. آقای محمد یونس زلال، شما چرا کلیپ به خود من شما دار نکنه؟ بعضی از برادران تا کلیپ خود بنده رو میفرستن، نمیدونم چرا. یعنی پیش شما در حال پخش، مقصودتون اینه که شما خودتون هم پخشش میکنید زنده؟ آقای شکری از شهریار، اگه حضرت علی نفس پیغمبر یعنی با دختر خودش یعنی استغفر فاطمه زهرا ازدواج کرده؟ سوال بیجاییه دیگه. بله سوال بیجاییه. تشیع مجموع الجزایر تناقض هاست. کتاب رجال حول رسول کتاب خوبیه، بخونیدش. خلاصه زندگی بسیاری صحابه رو میاره. سلام استاد، من یه عرضی داشتم. شما چرا از طالبان حمایت میکنید و طرفداری میکنید؟ طالبان با آخوندهای هیچ فرقی نمیکنه. ما که از کنار اینها در افغانستان زندگی کردیم هیچ فرقی با آخوند نمیکنه. در بعضی جاها از آخوند هم بدتر هستند. این حرفهای را هم که میزنند همش دروغ و چرندیات است. شما درست تحقیق کنید، به چند تا علمای درست و راستین افغان ارتباط بگیرید و بپرسید. این که میایند از طالب طرفداری میکنید این کار خوبی نیست. این رژیم اونقدر پوشم بهشون داده، اونقدر راحت انسانها رو میکشه که آدم پشه رو نمیکشه. اگه شما ندیدید ما که دیدیم. لطفا خوب فکر کنید. هنوز که اینا دادگاه تشکیل ندادن، هنوز که وضع در هم بر همه، به این زودی قضاوت کردن خیلی مشکل. برای من مشکل. الان شما اونجا هستی، شاید دقت میکنید. من حق مسلمانی خودم رو رعایت میکنم و اگر فردا این ظلم ها ادامه پیدا کرد، همین برخورد رو با شما میکنید که با رژیم خمینی کردیم. دقت میکنید. لیکن انسان با مظلومه، باید با مظلوم باشه. امریکا بر طالبان ظلم کرد، از حکومت برشون داشت به ناحق و چون این ظلمی رو هیچ کسی نباید قبول بکنه و یک مشت دزد و خائن آورد بر سر کار که افغانستان رو خراب کردن. الان شما 1 سال حداقل فرصت بدید به اینها. دقت میکنید. هیچ کسی بی عیب نقص نیست، اینو مطمئن باشید. مگه دولت عثمانی بی عیب نقص بود؟ مگه دولت عباسی بی عیب نقصه؟ مگه دولت اموی بی عیب نقص بود؟ ببینید خوبی هاشون بیشتره یا بدی هاشون. آیا الان کسی به خاطر نماز خوندن محاکمه میشه؟ آیا دزدی ها کمتر نشده؟ آیا امنیت بهتر نشده؟ دقت میکنید. 1 سالی فرصت بدید همه چیز ظاهر میشه. وظیفه ما نصیحت کردنه و مراعات برادری اسلامی. مؤمن برادر مؤمنه، کمکش میکنه، همکاریش میکنه. و از اگر طالبان این قتل ها رو به عهده میگرفتن، رفتار ما یه جور دیگه بود. اونا میگن اینا خودسراند که این کار رو میکنن، ما نیستیم. بله.
آیا در بین علما کسی هست که افضلیت صدیق را در بین صحابه خودمان راضی باشه انکار کن؟ در میان اهل سنت نه. یگانه چیز که حالت مرا به هم میزنه گنده گویی آخونده هستن. گنده گویی یک اندازه انتقاد بر اشخاص مزاحم دعوت شدن در آن عوام سرگردانی ایجاد میکنه. آیا شما صاحب نظر هستید و میدانید که کدام ها حق نباید کتمان شد؟ بله، خیلی متشکرم. آقای عزیز احمد از هرات، لطفا زنگ نزن، بنویس، هر چی داری بنویس. به نام الله، این شماره رو من نمیشناسم. سلامی به لطافت بهشتی که نصیب همه بکنه. چرا در صحبت کردن موحدین کلمه قربان فدای شام حضرت جانم و از این دسته بعضی از کلمات شرک یا گناه از آن زمان الله تعالی شاملم شد، معنی دین رو خدا رو از قرآن فهمیدم. کلمه های این چنین رو گفتنش رو به صلاح نمیبینم. خدا حافظ نگهدارتون. خیلی متشکرم شما. به نظر بنده حقیر که آنها یک یا چند اشتباه کوچک یا بزرگ بکنید کافرند اندر شما، در صورتی بنده نظر شما نمیدونم که بگویید خیر باشه انشاءالله. من شماره هایی که نمیشناسم خیلی اعتماد ندارم در بعضی حرفاشون. آقای موحد اهوازی، برادرم مریض هستم، برام دعا. خداوند شفاش بده انشاءالله. چشم آقای شکری، بعداً برای خودم میخونم الان چون آخر وقته، بعد از برنامه انشاءالله میکنمش. آقای خال محمد، سوال: خداوند برای بنی اسرائیل چندین پیامبر فرستاده از جمله عیسی، برای این بنی اسرائیل اومده، ولی چرا نصرانی ها عیسی پرست شدن؟ خب گلوب کردن. خود بنی اسرائیل مگه عزیر پرست نشدن؟ اونا هم گلوب کردن. بعد از مدتی که از وحی دور میشه انسان ها گمراه میشن. نقطه زیرنویس توی درس تفسیر اذیت میکنه، اگر میشه فقط تو درس تفسیر بردارید. نه، اگر برداریم هم اون قسمت پیدا نمیشه. مقصودتون اذیت میکنه، جلب توجه میکنه. خب ما هم همین رو میخواییم. کسانی که در وقت برنامه رو نگاه میکنن ممکنه وقت دیگه نگاه نکنن، اون مشخصات داشته باشن. استاد جان، بنده از یک جهت خیلی با مولانا متوکل انتقاد و مخالفم و این است که خیلی سخت و با غضب خشن سخن میگفت. اولا آقای عبدالکریم پیامبر خدا میفرماید که اذکروا موتاکم بخیر، از مرده ها به نیکی یاد کنید. ایشون خونشو در این راه داده، هنوز شما میگی با خشم سخن میگفته. اینجا اونجا که حرف میزنه مسجد، سخنرانی میکنه و دل آتشینی داره. هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد. اون شخصی که گفت که من
وقتشون گوش میکنم بر ایمانم افسوده میشه و خیلی آرامش میابم. بنده هم دقیقا همین حالت رو دارم. خب الحمدلله، خدا را شکر. آقای محمد عاطف، اول ببینیم پیک شادی شما رو، بریم گاو عظما و کرونا. اول اینو ببینیم. عظما جون چی شده؟ حالتون خوب نیست؟ بگن نمکی بیاد بماله. چی رو بماله احمق؟ ماستو بماله دیگه. نمکی جز ماستمالی کاری بلد نیست که. این داستان واکسن چی شد بالاخره؟ عظما جان چی میخواستی بشه؟ از بچه، پیر، جوون، صبح تا شب دارن شما با اقوام و فک و فامیلتون رو مورد عنایت قرار میدن. خب تقصیر شما گاگولاست دیگه. مگه قرار نشد همه کاس و کوزا رو سر نمک روحانی بشکنید؟ من که گفتم تخصصی ندارم. ای بابا کجای کاری عظما؟ اون فیلمی که توش گفتی ورود واکسن ممنوعه همه جا پخش شده. ای خاک بر سرتون با اون اینترنت ولتون. حالا اشکال نداره، برید بگید عظما گفته واکسن وارد کنید. عظما نمیشه که بابا، خیلی زایه است. میگن این ولی فقیه یا پاندول هر روز یه چیزی میگه. آخه پس چه غلطی بکنیم؟ عجب گیری کردی ما. هوش، تو اینجا چی کار میکنی نفله؟ این چیه با خودت آوردی؟ مقام عظما، الهی من قربون اون عمامه چیندارتون بشم. الهی من بمیرم برای اون جسم ناقص واکسن خورده‌تون. این گاو مبارک شماست که زیر کرونا زاییده، اونم دوقلو. اجازه بدید من پاچه این گاو رو بخارونم. اجازه بدید گوساله هاشو واکسن بزنم من. چی فکر میکردیم چی شد؟ کرونا قرار بود قاطق نونمون باشه، حالا داره میشه قاتل جونمون. عظما جون چی شده؟ حالتون خوب نیست؟ استاد، مسئله طالبان اکثریتش قومی هستند و کسانی هم که نقد میکنن مشکل قومی است. نه، تا حالا که نقدی که شده همش اینه که چرا اهل حدیث میکشند و این نقد وارده. لیکن بنده میگم که هنوز ثابت نیست که اینا اهل حدیث میکشند، برای که اینا به مسئولیت نگرفتن. در هم برهمی اوضاع اول انقلاب ایران 500 تا آخوند کشته شد به خاطر همین در هم برهمی. طالبان هم نقص‌های دارد. بیشتر مردم غیر پشتون خواهان نظام فدرالی هستند، غیر متمرکز. راه حل هم همینه. راه حل نظام فدرالی بهتر اتفاقا بر اساس شریعت باشه. البته طالبان گذاشتن ریش را اجباری کردن و موسیقی پخش را قطع کردن. یک تغییرات گسترده آمد که آزادی اینها را باید یواش یواش درست میکردن. فوری به این چیزا چسبیدن کار درستی نیست. مردم را صلح کرد و از دیدگاه اون البته این تغییرات زود رخ داد و مردم آماده نبودند. البته باید به طالبان فرصت داد. الله مهربان است. اکثریت نیروهای اینها برخورد شهرنشینی درستی نمی‌کنند. منظورم برخورد مردم شهر با اطراف فرق داره و اکثر کسانی که از طالبان نفرت دارند به هر دلیلی چون چیزها رو دستاویز قرار میدن. بله درسته. آقا شراب در 3 مرحله تحریم شد. انسان دین با انسان ها سر کار داره و دکمه نیست که بزنیدش که. این تدرج حتما باید رعایت بشه. خدا حکمت به شما بده. استاد ببین این کلیپ رو خیلی راحت به قطع میرسونه. نه این کلیپ ها رو که نمیشه باور کرد. کلیپ سازی مثل حرف زدنه. چطوری به حرفا مردم دروغ میگن بعضیا؟ کلیپ هم به دروغ درست میکنن. نظرتون درباره خواجه عبدالله انصاری چطوره؟ عالم بزرگی بوده، عالم حنبلی مذهبی بوده و هنوز مسجدش هم در هرات هستش، تفسیرش هم مشهوره.
بله الحمدلله در آخر توانستم که برنامه‌های زنده شما را در شبکه یوتیوب با ترور زنده به طور زنده نشر کنم. خدا خیرتون بده. خیلی متشکرم از شما. در اجر دعوت شریک باشید انشاءالله. خب دوستان، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. اونایی که پیام‌هاشون خوانده نشد ازشون عذر میخوام و اونایی که امروز روزه بودند خداوند قبول کنه و فردا جمعه نماز جمعه یادتون نره و از امشب آسمان رو درود باران کنید. و مطلبی رو که عرض کردم راجع به نکات مثبت و منفی برنامه خود بنده هم لطف کنید بنویسید تا بعد از برنامه بنده بخونم. خداوند بهتون خیر بده. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه. پشت هر حرف اینا حتی اگر به ظاهر تجزیه طلبی نیست باید به سرکوب بشه. به خصوص جریان در کردستان آذربایجان هر حرفی آموزش ما بچه‌هامون میان مدرسه تا 7 سالگی آذری خوندن، ترکی خوندن، کردی خوندن، عربی خوندن، میان تو مدرسه نمیتونن فلان، بیایم یه آموزش زبان مادری کنیم. به شدت باید سرکوب شه. آموزش زبان مادری نداریم. من میگم زبان مادری ها. دقت کن. خیلی از این عزیزان میهن پرست ما آموزش زبان مادری رو کوتاه اومدن. منم قبلا کوتاهی اومده بودم، بعد دیدم نه اینا میان جلو. آموزش زبان مادری کوتاه بیای فردای پدرسوخته میگن آموزش به زبان مادری، یعنی شیمی و ریاضی رو به زبان کردی و ترکی بخونید. آموزش زبان مادری یعنی اینکه آقا ما در کنار دروس دیگر یک کلاسی داشته باشیم برای زبان قومی خودمون. از همون ابتدا بعد جلو تمام این بحثا رو گرفت. الان هم دارم به جمهوری اسلامی میگم اگر جمع نکنی این لباسای قومی رو جمع نکنی، جلوی این بچه بازیایی که آقا رسانه استادی گذاشتی هر کی به زبان خودش و اینجور مسخره بازی‌ها، جلوی اینا رو نگیر. اگر این یک دستسازی قومی رو در ایران انجام ندی، نری به سمت همگون متأسفانه من میگم به سمت بومی کردن، ببین میگن بومی سازی. باید بری به سمت همین این کارو خوشبختانه ما در دوران 50 ساله محمد رضا شاه و رضا شاه که درستی داشتیم انجام دادیم. همین محمد رضا شاه که خیلی‌ها بهش توهین میکنن، همین جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت. برید آمار بگیرید. همین جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت. برید آمار بگیرید. باید تمام گفتمان‌های قومی جلوش گرفته بشه. با قدرت، نه بحثای تندی، نه بحثای سال‌ها رو این قضیه کار. باید جلوی این قضیه گرفته بشه. مردک پلشت. تو این زمینه درود به شرف رضا شاه و محمد رضا شاه من بفرستم. ببین ما باید انصاف داشته باشیم دیگه. این دو تا شاه طبق اقتضاعات بالاخره زمان خودشون آقا اصلا بیمورو برگرد کاری باج دارن به آمریکایی یا کشور غربی، حرفی نداری. ولی یه کاری کردن خدا شاهده در حوزه داخلی به شدت جریانات پان کرد و پان عرب و پان بلوچ و غیره رو به ویژه جریانی که اصلا نمیذاشتن. شما مساجد سنی رو نگاه کنید که زمانش چند تا بوده، الان زمان جمهوری اسلامی متاسفانه ببین چقدره کوچیک حمله سنی ها هست. این شاهی که